كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی از ماها بارها در زندگیمون خبرهایی شنیدیم از اطراف، خبر وفات، خبر درگذشت فلانی، از آشنایان، از فامیل ها، از اقربا، از دوستان. احیانا در مراسم تشییع جنازه اونها هم شرکت کردیم. گهگداری فرصت پیش اومده تا در غسل و کفن و دفن یکی از این افراد، چه از عزیزان، چه از اقربا، چه از دوست و آشنا شرکت کرده باشیم. اما آیا شده که وقتی خبر فوت اون به ما میرسه بیاد مرگ خودمون هم افتاده باشیم و بیاد این هم بوده باشیم که یک روز نوبت ما هم میرسه و به این فکر کرده باشیم که ما هم باید بریم، ولو اینکه جوانیم، ولو اینکه سنمون هنوز به اون سنی که خیلی ها فکر میکنن سن مرگ نرسیده. آیا شده وقتی که میریم و جنازه اون رو میبینیم خودمون رو جای اون فرض کرده باشیم و خودمون رو جنازه‌ای تصور کرده باشیم که منتظر غسل و کفن و دفنه؟ آیا شده وقتی که تابوت کسی رو حمل میکنیم بین یاد افتاده باشیم که روزی این سواری ما رو هم سوار خواهد کرد و جای سواری های ما رو خواهد گرفت و یک روزی ما هم داخل این تابوت قرار میگیریم؟ آیا شده وقتی که داخل قبر گذرمون به قبر میفته و کسی رو داخل قبر میگذاریم یا میبینیم یا از کنار قبرستانی رد میشیم فکر کرده باشیم که این خونه یک روزی درش بروی ما هم باز میشه، یک روزی ما رو هم میارن و اینجا میگذارند، یک روزی بستر گرم و نرم و خانه هایی که ما برای خودمون آماده کردیم تبدیل میشه به خاک سرد و ما رو در یک فضای تنگ و تاریک به نام لحد میگذارن و خشت رو میگذارن و میبندن. آیا تا به حال دنیا رو از دریچه لحد نگاه کردیم و از پنجره قبر به زندگی خودمون نظر انداختیم و دیدیم و فکر کردیم که چی کار باید بکنیم؟ آیا اصلا به فکر مرگ هستیم؟ چرا وقتی همه ما اعتقاد داریم، ایمان داریم، باور داریم و یقین داریم که میمیریم، چرا نشده تا به حال به این بخش مهم از زندگی خودمون فکر بکنیم؟ مگه نمیبینیم دوربری هامون هر روز یک خبری ازشون داره میرسه؟ مگر مرگ فقط مال دیگرانه؟ چرا وقتی خبر از مرگ میشه چرا حاضر نیستیم حتی به مرگ فکر بکنیم؟ چرا حاضر نیستیم درباره این موضوع تصور بکنیم؟ چرا وقتی که صحبت از مرگ میشه تا یک جایی صحبتی از مرگ میشه دوربری ها هم اخماشون تو هم میشه، میگن آقا بس کم آوردی، بحث دیگه ای نبود، ولش کنیم موضوع رو، یک موضوع دیگه مطرح بکنیم. چرا میخوایم فرار بکنیم از این حقیقت؟ تا کی میخوایم فرار بکنیم؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. بگو مرگی که از اون فرار میکنید یک روزی به سراغ شما میاد. معلوم نیست، نه خبر میده نه دعوتنامه میفرسته. در اوج جوانی، شب عروسی، در لحظه افتتاح بزرگترین کارخانه و دستاورد زندگی، در روزی که قرار اون روز مدرک تحصیلیمون رو بگیریم، در اون روزی که انسان تازه به پیروزی ها دست پیدا میکنه، در اون روزی که تازه فکر میکنه درهای نعمت دنیا به روش باز شده، در مرگ تازه باز میشه و انسان غافل میگیر میشه و میره. جا داره بیشتر فکر بکنیم به مرگ، جا داره بیشتر از دید مرگ نگاه بکنیم، خودمون رو بذاریم جای کسی که از دنیا رفته و فکر کنیم دنیا برامون تموم شده، از اون ور به دنیا نگاه کنیم، بهتر میتونیم زندگی کنیم، معنای زندگی رو بهتر خواهیم فهمید. در سفر آخرت همراه شما هستیم. در برنامه گذشته درباره عذاب قبر صحبت کردیم و اسباب عذاب قبر با کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری.
جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان. سلامت باشیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ما هم شما را در برنامه سفر سرنوشت ساز، سفر آخرت، سفری که اگر انسان در این سفر توش نداشت و فرموده صدیق اکبر رضی الله عنه مثل این است که بدون کشتی به دریا میزند. شما را خوش آمدید میگم خدمت جناب استاد بزرگوار استاد سلیمانی عزیز در خدمت شما. جزاکم الله خیر. جناب مولانا ما درباره قبر صحبت کردیم و درباره عذاب قبر، عذابی که چه بسا که مسلمان ها را هم در بر میگیره، چه اسبابی سبب میشه که انسان مبتلا بشه به عذاب قبر. در روایات میاره که او انسان هایی که برای همیش و دائم در عذاب قبر گرفتارن کفار و منافقین، اما اسبابی که برای همیش دامنگیر انسان میکنه عذاب قبر و عذاب حشر و عذاب جهنم، بحث شرک و نفاق اعتقادیه، یعنی کسی که منافق باشه اعتقادا و مشرک. عذاب قبر برای همیش و دائم تا قیامت، حشر و بالاخره و عذاب جهنم. اما برای انسان هایی که مؤمنن، خدا قبول دارن، پیامبر قبول دارن، اعمال اسلامی انجام میدن، حتی اعمال صالح انجام میدن، در روایات آمده که بعضی از اعمال صراحتاً بیان شده که این عمل سبب عذاب قبر میشه، که از جمله در حدیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که عدم استتار من البول، یعنی شخصی که بعد از این که از بول فارغ میشه یا در اثنای بول کردن، اگر متوجه نظافت خود نباشه، متوجه او پرخاش یا پرش او نجاست بر دامان که صورت میگیره، اگر توجه نکنه، یعنی خلاصه عدم استتار من البول در حدیث آمده که سبب عذاب قبره. اون کسی که بعد از این که رفت قضای حاجت برگشت، یعنی اونجوری که باید نظافت بکنه بحث بول رو رعایت نمیکنه و احیانا قطری از بول میریزه روی لباسش. اگر مریض بود ریخت یا مثلا کوشش خور کرد لباس از او بول به لباس رسید، او یک بحث جداییه، او مشکلی نیست. اما یک نفر بی‌تفاوته، اهمیت نمیده به این قضیه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی از کنار یک قبر تیر شدن، گفتن که در حالت عذابه، ولی به گناه کبیره و گناه بزرگی عذاب نمیشه. صحابه گفتن یا رسول الله به چی عذاب میشه؟ گفتن به این کسی که نسبت به قضیه بول بی تفاوت بوده، به لباس از او به اصطلاح میچکیده و بالاخره به لباس از او تصادف نه گناه بزرگ فکر نمی‌کرد اصلا. به اینکه اصلا این خود از این بزرگ نمیدانسته، در حالی که در حقیقت بزرگ هست. مسئله بزرگه. اصلا جناب استاد سلیمانی صاحب، گناه صغیره‌ای که ولو که کوچک باشه، اگر اون کسی بی اهمیت انجام بده، خود از یک قضیه بزرگیه. کم اهمیت جلوه دادن یک گناه خودش یک گناه کبیره است. خود از یک گناه بزرگ. حالا یک گناه که خود از گناه صغیره، همین که کم جلوه میده، به نظر نمیاره. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسان مؤمن وقتی که گناه میکنه،
گناه احساس میکنه که یک کوه بالا سر از اینه، سنگینی میکنه بر انسان. یک کوه، مثال کوه مسئله بسیار بزرگه. یک کوه بر سنگینه. و انسان منافق مثل از اینه که مگه سربینی از اون نشسته و او رم میده، او دور میکنه، یعنی بی تفاوت در قبال گناه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این قبر عذاب میشه با اثر که از بول خور درست و صحیح حفظ نمی کرده و متوجه نظافت خور چیز عادی میشه. دوم از اسباب عذاب قبر که در ادامه همین حدیث میاره که این دیگه این شخص چی عمل داشته؟ نمام بوده. مثلا نمامی، سخنچینی، از یک شخص سخن انتقال به شخص دیگر تا بین دو شخص اختلاف ایجاد بشه. خبر بردن، خلاصه از یک شخص انسان خبر ببره فلانی برای تو چی گفت و چی گفت، در این قضیه تا این که این اختلاف ایجاد بکنه و بین دو فامیل، دو خانواده، بین زن و شوهر، بین اینها، این نمامی و این سخنچینی ویرانی به وجود بیاره. پس از جمله اسباب عذاب قبر یکی عدم استتار من البول، دوم نمامی که سخنچینی باشه. سوم در حدیث میاره که عذاب قبر دامنگیره انسانی که خیانتکاره. الله سبحانه و تعالی هم در قرآن عظیم شان اشاره میکنه والله لا يحب الخائنین. الله سبحانه و تعالی انسانهایی که خیانت میکنن دوست نداره. خیانت به دین باشه، به اسلام باشه، به قرآن باشه، حتی بین زن و شوهر خیانت به هم دیگر باشه، خیانت به اولاد پدر باشه، کسی که خلاصه یک عهد و پیمانی رو میبنده اون رو بشکنه و خیانت بکنه، عهد شکن باشه. والله لا يحب الخائن. این سبب میشه که این عذاب قبر دامنگیر انسان میشه. چهارم کذبه، خود دروغ، چون اینها در روایات دروغ از جمله اسباب عذاب قبر. اسباب عذاب قبر و الله سبحانه و تعالی در آیات و رسول الله صلی الله علیه و در حدیث زیادی و حتی کسی که دروغ میگه الله سبحانه و تعالی دشمن خود بیان کرده. و کسی که دروغ میگه قبل از این که حتی مرحله عذاب قبر برسه بسیار عواقب خطرناکی در خود دنیا داره. به این واسطه این عمل چون زشته، ناروایه، باز بر علاوه که گفته شده که در دنیا این مشکل ایجاد میکنه، در آخرت به عذاب گرفتار میشی و در جی به صراحت گفته میشه که دروغ، اگر انسانه که دروغ میگه توبه نکنه به داخل قبر فقط از عمل دروغی که گفته به عذاب قبر گرفتار میشه. پنجم هجر القرآن که آمده که انسان هایی که قرآن رو محجور میکنن، یعنی قرآن رو خار میکنن، ترک میکنن، قرآن ترک میکنن، به قرآن عمل نمیکنن. این سبب میشه که انسان به عذاب قبر گرفتار بشه. و در آیه قرآن هم هست که تا حتی به صحرای محشر قرآن دست انسان رو شکایت میکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکنن و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتی کسی قرآن رو حفظ بکنه، از یاد از او بره، ترک بکنه و زمانی که به معنا و مفهوم قرآن آشنا شد عمل نکنه، خلاصه ترک قرآن، چی خواندن قرآن باشه، چی ترک عملی باشه، این سبب از اسباب عذاب قبر. کسی که اصلا کلن با قرآن بیگانه است، ارتباط نداره. میتونه جنبه‌های مختلف هم داشته باشه. مثلا کسی تلاوت نکنه یا کسی که تلاوت میکنه تدبر نکنه یا کسی که عمل نکنه، مرحله مختلف داره هر کدوم.
خب اگر ما بخوایم که مثلا ارتباط به این موضوع صحبت بکنیم شاید ساعتها به این بحث داره که قرآن عظیم الشان از ما چی میخواه و هدف از نزول قرآن چیه در این قسم. فقط خلاصه ترک قرآن منظور فقط تلاوت قرآن نیست. اصلا در بین جامعه مسلمان ها بعضی جاها رواجه که با قرآن نه با روحانی قرآن آشنایان، نه با قرآن تفکر دارن، نه تدبر دارن و نه عمل میکنن و حتی از قرآن عظیم الشان شکل استفاده کردن که در بعضی محافل و مجالس وقتی عروس از خانه بیرون میشه قرآن بلند سر از اون میگیرن و او زن بی حجاب خلاف قرآن لباس پوشیده، خلاف قرآن حرکت انجام داده، خلاف قرآن قدم میزنه. در محفلی که سر تا پا همه خلاف قرآن، سر تا پا همه خلاف قرآن، رقص و غیر شرعی از اختلاط زن و مرد است، ساز موسیقی، بالاخره اختلاط زن و مرد. قرآن بلند سر از گرفتن. این قرآن عوضی که به اونها رحمت باشه غضبه، حجتی بر علیه اون هست. بله. این اشخاص وقتی از قرآن سوء استفاده میکنن از جمله اشخاص که ضمیمه عذاب قبر به خود فراهم میکنن. اینو تمسخر به قرآن میشه. نعوذ بالله تمسخر به قرآن. یعنی چی؟ یک کتاب بلد سر ازی بگیریم بگیم ای قرآن، یعنی همه ما پیروان این هستیم. پیروان این هستیم ولی به حرف این نمیکنیم، با قول این عمل نمیکنیم. نعوذ بالله تمسخر قرآن، نعوذ بالله بی‌احترامی به قرآن و این در حقیقت احترام به قرآن نیست. پس اینها اسباب عذاب قبر رو فراهم میکنن. چرا؟ به خاطر که قرآن رو محجور کردن. یعنی چی؟ یعنی ترک کردن. ششم که در روایات اومده مسئله زنایه. الله سبحانه و تعالی میگه ولا تقربوا الزنا. حتی انسان مقدمات زنا نزدیک نشود. مقدمات زنا زیاده. مقدمات زنا حرف زدن با زن بیگانه، زن نامحرم به قصد سوء، دیدن فیلم های مبتذل، عکس های مبتذل و بالاخره رفتن به مکان هایی که در اونجا گناه و معصیت، رقص، پایکوبی، موسیقی، اینها مقدمات زنا. شریعت مقدس اسلام میگه bez مقدمات زنا ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشو. یعنی مقدمات زنا رو اجرا نکن، انجام نده. اگر کسی گرفتار زنا شد قبل از اینکه عذاب‌های به حشر داره و بالاخره به جهنم داره و اینها، در قبر یکی از اسباب سبب‌های عذاب قبر زنایه که الله سبحانه و تعالی ما همه امت اسلامی از این عمل شنی و زشت دور بداره. هفتم ربا، سود. ربا که امروزه دیگه به سطوح آمده. سود، نزول سود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این جنگ با خدا و پیامبره. اگه دست نکشیدین به جنگ با خدا و رسول آماده باشید. این یکی از سبب‌هایی که شخص به عذاب قبر گرفتار میشه. مؤمنم هست، به خدا و پیامبر ایمان داره ولی آلوده به سود شده. اگر توبه کرد، همه برنامه‌هایی که ما بیان میکنیم دروازه توبه بازه. قبل از مرگ بعد از مرگ توبه نیه. یا لحظه مرگ هم در فایده در زمانی که اشاره کردیم در احادیث که زمانی که نفس به حلقوم رسید توبه قبول نمیشه. قبل از ما لم یغرغر باشه، قبل از این که نفس به حلقوم برسه انسان توبه کنه. ربا از اسباب عذاب قبره. جالب جناب استاد سلیمانی سی، سود ربا امروز در گوشه و کنار دنیا نام‌های مختلفی گذاشتن. به تعبیر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یکی از جمله علامت‌های قیامت که باز بعداً بیان میشه، نام‌ها تغییر میکنه. نام‌ها تغییر میکنه. امروز خیلی از انسان‌های در بانک‌ها کار میکنن، بانک‌های سودی. خیلی از مسلمان‌های از خدا بیخبر، خداوند اونها رو هدایت کنه،
در اونجا زحمت میکشن. بانک هایی که سود میدن. بانکایی که سود میدن. و وقتی که میگیم بانکایی که سود میده، ناگفته نمونه که اکثر بانک ها هم از این بر سود روان است. و طوری که مثلا در رشوت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند 3 نفر لعنت شده، لعنت الله علی الراشی و المرتشی و من یمشی بینه. در سود 10 نفر لعنت شده. کسی که سود میخوره، کسی که سود میده، کسی که راهنمایی میکنه، کسی که کاتب مینویسه، کسی که بالاخره مشوقه و کسی که راهنمایی میکنه در این برنامه ها. پس سود قضیه که فراهم میکنه عذاب قبر. کسی که برای سود قدم میگذاره یعنی براهیه که عذاب قبر چارج کرده میره. هرچی با سود بیشتر به او راه روان باشه عذاب قبر چارج میکنه. اصلا این برنامه ها عذاب قبر چارج میکنه. زیاد سود خوردی زیاد عذاب بکش، کم سود معامله سود داشتی کم عذاب بکش، توبه کردی کلا تصفیه کردی هیچ عذاب نکش. 8 ادا نکردن دینه، قرضه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در بین صحابه همین قضیه پیش آمد که حتی به یکی صحابه گفتن این قرض داره و برگردن دین داره و قرض داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من نماز نمیخونم، کس دیگه بخونه. نماز جنازه هم نخوند. نماز جنازه رسول الله صلی الله علیه و سلم نخوندن. که قضیه بسیار قضیه مهمیه که انسان ها در این باید خیلی توجه خاصی داشته باشن. ادا نکردن دین اگر شخص نداره، انسان مؤمن، انسان مسلمان باید هر لحظه هر روز وصیت‌نامه داشته باشه. شب میخوابه وصیت‌نامه خور بنویسه، زیر سر بگذاره که من از فلانی به این مبلغ قرض دارم، دین فلانی برگردن من هست، اگر از دنیا رفتم بالاخره پرداخته بشه. اگر انسان وصیتم نکرد، در این قبال بی تفاوتی کرد، متوجه نشد، این سبب از اسباب عذاب قبر. 9 که عذاب قبر به وجود میاره، ان الله یعذب ببکای اهل. یک نفر وقتی از دنیا میره وصیت میکنه. مشروط ای بر اینه که شرط شده که وصیت کنه. اگر یک انسان وصیت نکرد، فامیلر تو حتی متوجه میکنه شخص که وقتی من از دنیا میرم شما گریه نکنید، شما سر و صورت نزنید، شما گریبان پاره نکنید، این خلاف شرع، این اعمال دوران جاهلیته. خب از دنیا که میره بعد از این اگر ورسی از این گریه میکنن، حتی یخن پاره کنن، چون این دعوت خور کرده، راهنمایی کرده، برای این عذاب نیه. اما یک شخص وصیت میکنه که بر من گریه کنید، بر من ناله کنید، بر من فغان کنید، حتی مثل دوران جاهلیت چند تا بیاری نوحه کنن بر سر جنازه و فاتحه و در اینها. این شخص به گریه او بازمانده ها در داخل قبر عذاب میشه. که خیلی قضیه مهمیه که امروز بین بعضی از مسلمان ها در بعضی مناطق، خصوصا بین خواهرها، میرن به سراغ چند تا خواهر که اونها هیچ وظیفه‌ای ندارن. وظیفه اینه که دیگرار به گریه وادار کنن، گریه بکنن تا دیگرها به گریه بشن، نوحه کنن تا دیگرها. اینجی به گریه بازماندگان اگر شخص فامیل متوجه نکرده بود، راهنمایی به دین نکرده بود، اونها رو متوجه نساخته بود که این قضیه اعمال دوران جاهلیت، زدن به سر و صورت و گریبان پاره کردن و چاپ کردن، اینجی عذاب میشه به شخص داخل قبر. 10 از جمله اسباب عذاب قبر، در ابتدا اشاره کردیم که شخصی که نفاق اعتقادی داشت، یعنی منافق اعتقادی بود که از ابتدا تا به انتها و تا به حشر تا بالاخره ان المنافقین فی الدرک الاسفل او که به عذابه. اما یک شخص
اعمال منافقان، منافق نیه، اعمال نفاق را انجام میده. منافق اعتقادی نیه، منافق عملیه. منافق عملی و اذا وعد خلف و اذا اؤتمن خان و اذا وقتی که امانتی به او سپرده بشه خیانت میکنه، وقتی حرف بزنه دروغ میگه و بالاخره و اذا وعد خلف، وقتی وعده کنه وعده خلافی میکنه. این اعمال را که داشت، یعنی عملی از اعمال نفاق در وجود ازی بود، این هم سببی از اسباب عذاب قبر میشه برای این انسان. پس این اسبابی که ذکر شد در نصوص ذکر شده. اینا بعضی از اسباب هستن یعنی. بله بله بله. اینا نمیتونیم بگیم که کسی بگه که یعنی در روایت ها میاره که تارک صلات داخل قبر عذاب میشه، تارک زکات عذاب میشه. اصلا قاعده کلیه که اگر کسی گناه و معصیت کرد و از دنیا رفت و توبه نکرد، هر گناهی که باشه داخل قبر سبب عذاب میشه، مگر اینکه توبه نکنه. اگر توبه کرد توبه التائب من الذنب کما لا ذنب له. کسی که توبه کنه مثل اینه که اصلا گناه نکرده باشه. شرطی که توبه خالصانه و مخلصانه باشه. خیلی ممنونم جناب مولانا. ما انشاءالله باز ادامه موضوع در برنامه بعدی به همراه شما بینندگان پیگیری خواهیم کرد. صحبتشو با بینندگان رو میشنویم. صحبت اخیر برای همه عزیزان اینه که بزرگترین نعمت برای هر مسلمان، برای هر انسان اینه که الله سبحانه و تعالی دروازه توبه رو باز گذاشته. دروازه توبه باز هست، بشتابید به سوی خدا. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توبه نصوح عنایت بفرماید و اگر این اعمالی که ذکر شد که از اسباب عذاب قبر در زندگی ما باشه، هر چی زودتر از الله سبحانه و تعالی معذرت بخواهیم، توبه کنیم و درگاه الله سبحانه و تعالی درگاه نومیدی نیست و الله سبحانه و تعالی رحمتش بر غضبش غلبه داره و هیچ کس از درگاه الله ناامید نشه. الله سبحانه و تعالی ما و شما مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. آمین. تشکر میکنم از حضور شما بینندگان عزیز هم تا این لحظه از برنامه و اللهم تعالی خواهانیم که تمام کسانی رو که قبل از ما از دنیا رفتن، از پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان، اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان و همه موحدینی رو که در قبرها زندگی میکنن و دوران دوم زندگی خودشون رو در سفر آخرت آغاز کردن، همه اون عزیزان رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده و تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارشون.